سلام، من دانیال تهرانی هستم. شخصی که 2 سال وسواس فکری عملی بسیار شدید رو تجربه کرد و روزهای زیادی رنج کشید، شبها تا صبح کابوس دید و نصف شب از کابوس اون وسواسهای فکریش از خواب پرید و هر روز از خودش این سوال میپرسید که آیا مرگ مسیر راحت تری برای من نیست تا دست و پنجه نرم کردم با این بیماری. حتی جالبه که بدونید من تا سال، شاید بهتون میگم تا سال اول یا تا 6-7 ماه اول اصلا نمیدونستم که این یه بیماریه که من دچارشم و این یک اختلال رسمیه که خیلی ها دچارش شدن، اسم داره و ویژگی های مشابهی که توی همه اون آدمایی که این بیماری رو دارن هم به همون شکل عمل میکنه. فقط چیزی که میدونستم اینه که دارم رنج میکشم و فکر میکردم که این افکار منطقی هن و طبیعی هن و من حق دارم که انقدر به هم ریخته باشم، چون این موضوعی که دارم بهش فکر میکنم خیلی مهمه، چون اون شخصی که اون رفتار رو از خودش نشون داد و اون حرف رو به من زد، اون موضوع خیلی مهمه، باید حتما مطمئن بشم که چیه. و در واقع من دنبال یک اطمینان جویی برای خودم بودم که نه، اون آدم اون حرف رو نزد یا اون حرف رو به خاطر این زد که مثلا یه در واقع منظور دیگه ای داشته باشه و من دارم اشتباه میکنم. هی دنبال تجزیه تحلیل هایی بودم که منو آروم کنه و هر چی پیش میرفتم و جلو میرفتم نه تنها آروم نمیشدم، بلکه اضطراب و فشار روحی بیشتری گریبان من رو میگرفت و به سراغ من میومد و حسای بدتر، به هم ریختگی‌های شدیدتر و فکرهای بیشتر. یعنی یادم من از صبح که بیدار میشدم تا شب درگیر بودم و عین دیوونه ها دور فرش میچرخیدم و همینجوری به وسطش نگاه میکردم و فکر میکردم. منی که میتونم بگم قبل از این بیماری به مدت 4-5 سال حالم بی‌نظیر و فوق‌العاده بود. من از زندگیم داشتم به معنی واقعی کلمه لذت می‌بردم. من از دیدن آسمون، همین الان که با شما حرف می‌زنم روبروم آسمونه. برای اینکه تصویر با نور بهتری ضبط بشه اینجوری وایستادم. آینه‌های شیشه‌های خونم قدیه و آسمون مشخصه. امروز هم بارون اومده. میگم وای چقدر این آسمون بی‌نظیره. چقدر این کوه‌ها قشنگن، چقدر همه چیز زیباست، آدمایی که رد میشن چه حس خوبی به من میدن. و من تمام اون روزها این حال و هوای درونی رو داشتم. با هر چیزی ذوق میکردم، آهنگ میذاشتم تو تنهایی پا میشدم میرقصیدم خوشحالا. چه یه همراهی تو زندگیم بود چه نبود، چه یه دوستی داشتم چه نداشتم، چه شریک عاطفی داشتم چه نداشتم، چه اتفاقات خیلی خوبی برام میافتاد چه نمیافتاد، حال من فوق العاده بود. و وقتی اسیر این بیماری شدم، تنها چیز و مهمترین چیزی که دلم براش تنگ شده بود اون احساس لطیف ذوق داشتن برای زندگی بود. این که من دوست داشتم زندگی رو، میخواستم باز بتونم دوست داشته باشم زندگی رو. دلم برای اون دوست داشتن زندگی تنگ شده بود، نه حتی برای آدم قبلی که بودم و کارهایی که میکردم و مسیرها و هدفهایی که داشتم، که البته اون هدفها هم برام خیلی مهم بودن و به زندگی معنی بخشیده بودن. و تنها چیزی هم که منو مجبور کرد که بدون استفاده از دکتر و قرص و دارو بتونم خودم رو شفا بدم این بود که من هنوز در اعماق وجودم با وجود اون همه درد و رنج و به هم ریختگی، هنوز در اعماق وجودم یک بارقه‌ای از میل به زنده بودن رو کشف کردم و داشتم. انگار من به چیزی تو اون دوران قبلی زندگیم رسیده بودم که اگرچه تو بازه وسواس فکری من متلاشی شدم، اما اون عمق منو ترک نکرد. اون دلیل جنگیدن من شد و منو مجبور کرد که روشی رو
بفهمم یعنی تو بازه بیماریم دنبال یه فرصتی بودم که بفهمم باید به خودم چیکار کنم و من یه باگهایی از این بیماری کشف کردم و فهمیدم که کجا داره منو مثل عروسک خیمه شب بازی میده و چی باعث میشه که من بازی بخورم. من اینو کشف کردم و حدس زدم اگر این مسیری رو که بهش رسیده بودم برم و ادامه بدم، حدسم این بود که من خوب میشم. من نمیخوام بگم آدمیم که خیلی از شما بهترم یا خفن‌ترم، ولی بخوام با خودم صادق باشم واقعاً آدم متفکریم، آدمیم که زندگیم برام مهمه و هدف دارم از زندگیم و دارم میجنگم به خاطر اینکه اون چیزهایی رو که از زندگی میخوام تجربه کنم. من همچین شخصیتی داشتم و فکر نمی کردم هیچ وقت بیماری بتونه منو زمین بزنه، ولی این بیماری یک بیماری ارثی بود. این بیماری کاری نداشت به این که من دنیا رو چه شکلی میبینم، آیا خوشحالم یا غمگین. این بیماری یک چیزی بود که قدرتش رو از تکرار یک فکر میگرفت و تو حتی یه فکر مثبت رو اگه بارها وسواسگونه تکرار کنی تو مریض میشی، تو اختلال وسواس فکری میگیری و بیماریت اوت میکنه. به همین خاطر من فهمیدم که مشکل اصلی تکرار افکارن و من فهمیدم که اون موضوعی که من دارم بهش فکر میکنم فقط یک دریچه کوچیکی از حقیقت رو داره به من نشون میده و ذهن من نمیتونه، وقتی که من متکی به ذهنم باشم، نمیتونه یک چشم انداز بهتر و کاملتری رو به من نشون بده که من خیلی سریع به نتیجه برسم. نیاز نباشه شبانه روز فکر کنم تا بفهمم این موضوع ارزش فکر کردن داره یا نه. همونطور که به همتون پیشنهاد کردم، من کتاب تمرین نیروی حال از اکارت توله رو دیشب داشتم گوش میدادم و یه نکته جذابی رو ازش برداشت کردم که دوست دارم بهتون بگم. البته بعداً بیشتر میشکافمش، ولی خیلی جالبه که میگه فکر تنها بخش کوچکی از حقیقت رو میتونه به شما نشون بده. و حالا بیایم توی وسواس فکری. ما وقتی توی وسواس فکری هستیم دائم در حال فکر کردنیم که به یک نتیجه‌ای برسیم که دست از فکر کردن بکشیم، اما هیچ وقت به اون نتیجه نمیرسیم، به خاطر اینکه زاویه‌ای که یک فکر میتونه از حقیقت، یعنی بهتر بخوام بگم چشمانداز یک فکر، یه فکر کوچیک خیلی محدودتر از اونه که ما را به حقیقتی برسونه که قرار بوده ما را آزاد کنه، راجب اون موضوع، راجب زندگی و راجب هر چیزی توی هر زمانی، چه بیمار باشی چه نه. این جمله صدق میکنه و من فهمیدم، اینو ناخودآگاه هم فهمیده بودم، که من اگه 6 ماه فقط این تحلیل های روزانه رو با تلاش و اراده شدید هر روز کمتر و کمتر کنم، چون نمیشه قطعش کرد، با توجیه هایی که برای خودم می آوردم و با بهونه هایی که برای ذهنم می ساختم، من موفق شدم که این کار رو انجام بدم و تونستم توی 6 ماه هر روز کمتر متکی بر ذهنم عمل کنم و کمتر تحلیل های آگاهانه داشته باشم. و بعد از 6 ماه انگار وجود من از قبل همه چیز رو میدونست و منتظر بود که من اجازه بدم اون وجود اصلیم بیاد و موضوع رو تحلیل کنه. همون وجودی که وقتی ما یه موضوعی رو میخوایم حل کنیم، وقتی آدم سالم و نرمالی باشیم، ما یه نگاه کوتاهی بهش میندازیم و میفهمیم. مثلا ما گشنمونه، ما تو یه لحظه میفهمیم که الان غذا میخوایم بخوریم یا نه، یا چی میخوایم بخوریم. ولی آدمایی که وسواس فکری دارن مثل خود من، هی فکر میکنن الان بخورم یا 2 ساعت دیگه، این غذا رو بخورم یا اون غذا، از این رستوران سفارش بدم یا اون رستوران. ولی همه چیز تو لحظه حال هست و هر پاسخی که ما میخوایم تو لحظه حال هست و موضوع اینه که ذهن ما دسترسی بهش نداره. میشه گفت خود لحظه حال، خود وجود حقیقی ما، اون
سرچشمه وجودی ما که حالا عرفا بهش میگن اون آگاهی ما یا اون بخش معنوی ما، اون شعوری که ما بهش وصلیم و ما به واسطه اون شعور میفهمیم مهربونی چیه، ما به واسطه اون شعور میفهمیم عشق چیه. ما با ذهنمون نمیتونیم عشق و مهربونی رو کشف کنیم. ما با ذهنمون خیلی چیزهای اساسی رو نمیتونیم درک کنیم که زندگیمون و وجودمون بسیار بهش وابسته است. حالا توی وسواس فکری چی میشه؟ ما همه ادراکات رو میخوایم از فیلتر ذهن رد کنیم و ما کاملا میشیم موجودات ذهنی، در صورتی که ذهن یک ابزار بوده برای وجود ما. ما قبل از اینکه ذهن باشیم یک وجود خیلی متعالی و کامل و با شعور بودیم و هستیم که بودن نبودنش کاری به افکار ما نداره. چه ما در حال فکر کردن باشیم چه نه، اون بخش از ما همیشه هست و در ما مستقره و ما خودمون رو با ذهنمون یکی میدونیم، خودمون رو گره میزنیم به اون نتیجه‌ای که ذهن ما میخواد برای ما بیاره. حالا بحثا نمیخوام سنگین و فلسفیش کنم، اینا باید سر فرصت شکافته بشه و باز بشه، اما اینو میخوام بهتون بگم که مسیر مشخصه و امکان نداره کسی این مسیر رو با من بیاد یا خودش تو خلوت خودش این مسیر رو کشف کنه و بره و درمان نشه. همه فکر میکنن که وسواس فکری درمان نمیشه، ولی من به شما میگم تک تک افرادی که درک کنن من چی میگم و عملیش کنن که اراده شدیدی میخواد، درمان میشن. اما همیشه زمینه این که این وسواس فکری برگرده در اون افراد باقی میمونه. این درسته، زمینه براشون هیچ موقع ترک نمیشه. اما کسی که یک بار شاخ یک غول بزرگ شکسته باشه، دیگه یه دشمن کوچیک و همیشه از پسش برمیاد. وقتی که الان برای شما وسواس فکری غوله، چون مدت زیادی از پسش بر نیامدید. این اول کوچیک بوده، هی با فکر تغذیه شده تبدیل به یه غول بزرگ شده و الان شکست دادنش برای شما خیلی سخته. ولی وقتی شاخ این غول رو بشکنید، در آینده به محض اینکه بخواد بیماریتون به واسطه یه موضوعی که مثلا سالی یک بار شاید پیش میاد براتون اوت میخواد بکنه، این خیلی کوچیکه و شما باید دائم در حال این باشید که این فکری که تو سر منه الان به خاطر زمینه وسواس فکری در منه یا به خاطر اینه که منطقیه. اگه وسواس فکری بود شما خیلی سریع باید تمرینا رو روش عملی کنید و تموم میشه. و اینم بگم شما بعد از اینکه درمان میشید، یعنی بعد از این 6 ماه طلایی که من بهتون میخوام برنامه بدم، شما حالتون دیگه فوق‌العاده میشه. انگار نه انگار که بیماری داشتید. جوری لحظه حال رو زندگی میکنید و به شعف میاید و همه چیز براتون هماهنگ و زیبا میشه که انگار نه انگار این بیماری رو داشتید. اصلا میگید انگار یه خواب بوده. مثل وقتی که آدم از یه سرماخوردگی که سردرد داره، گلو درد داره، غذاها رو طعمش رو نمیفهمه، میاد بیرون یه دفعه دنیا رو میتونه قشنگ و درست تجربه کنه. همین اتفاق براتون میفته و این براتون طبیعیه. اتفاقا خیلی هم سورپرایز نمیشید، خیلی هم بالا پایین نمیپرید، چون برای شما طبیعیه که حالتون خوب باشه. طبیعیه که حالتون خوب باشه. بنابراین وقتی بهش میرسید خیلی ذوق زده نمیشید. وجودتون میگه که خب این حق منه، برای همین این حق شماست و باید براش بجنگید. با وجود اینکه یه جاهایی با جنگیدن مشکل دارم، اما وسواس فکری درمانش یه آدم جنگجو میخواد و افسانه ها میگن که یه جنگجوی واقعی رو مهارتش تعیین نمیکنه، دلیلش تعیین میکنه. چرا تو باید درمان بشیه که تعیین میکنه تو درمان میشی یا نه. و ازت یه سوال دارم، تو چرا باید درمان بشی؟ چی رو از دست دادی توی این بیماری
چه چیزی ازت گرفته شده که تو باید درمان بشی بهش برسی؟ پس باید دلیلت بزرگ باشه. دلیل من زندگی بود. دلیل من برگشتن به زندگی بود. نه به خاطر خیلی هدفها و خیلی چیزایی که میخواستم تجربه. چون انگار من دیگه نبودم. من نمیفهمیدم زیبایی این زندگی رو، این دنیا رو. من دیگه نمیتونستم زیبایی شادیه که یه آهنگ به من میده که بخوام باهاش بلندشم برقصم یا یه آرامشی رو تجربه کنم دیگه نداشتم. من یه ربات شده بودم فاقد احساس. و بهتون گفتم من زندگی رو دوست داشتم. من زندگی رو دوست داشتم. من میخواستم دوباره به اون برگردم. دلیلم خیلی مهم بود از نظر خودم. شاید دلیل شما چیز دیگه‌ای باشه، اما باید مهم و بزرگ باشه. و یه چیز دیگه برای حرف آخرم. در لحظه‌ای که شما درمان بشید، فقط برگشتن به حال خوب قبلیتون براتون اتفاق نمیافته. فقط رها شدن از یه وسواس فکری اتفاق نمیافته. در لحظه‌ای که شما درمان بشید، شما یه آدم جدیدی میشید. و شاید اون لحظه از وسواس فکریتون بتونید قدردانی کنید که شما رو به یه آدم جدیدی تبدیل کرد که شاید از اون لحظه به بعد هم دیگه تو تله افکارتون نیفتید. چون همه آدم ها اکثرا دارن با ذهنشون زندگی میکنن و اراده اینو ندارن که خودشون تعیین کنن در این لحظه چه فکری داشته باشن. و این تاثیر مستقیم رو حال لحظه‌ایشون و آیندهشون میذاره. اما شما قراره که اتفاق براتون بیفته. مرسی که با من همراه بودید. این ویدیو رو خیلی دوستش داشتم، باهاتون به اشتراکش میذارم. امیدوارم که خیلی زود ویدیوی بعدی آپلود بشه و این حرف رو انقدر براتون تکرار بکنم که ملکه ذهنتون بشه، چون شما لایق حال خوب هستید.